درود فراوان. گاهی واسهتون اتفاق افتاده که توی سرعت بالا یا وقتی تو دستانداز سرعتگیر اینجا میرسید موتورتون به پرت پرت و نوسان میفته. بیشتر اوقات بسته به تجربه من این که میبینید کوهله، برگی که سرشم میاد، شل بودن این فیش برگشتی ترانزیستور یا شل شده یا لق شده. اینجاش شل شدن این فیش باعث نوسان میشه، مخصوصا تو دستانداز سرعت بالا که برای کار اصولی کردن میتونید این سر این فیش رو لعیم کاری کنید یا اینکه به هر حال کیپش کنید که جلوی لرزش اینو بگیرید. این اون نواسانه رو برطرف میکنه. یکی از علتهای مهمش همین کوهل هستش که نمیخواد حالا دنبال چیزای دیگه برید و تعویض ترانزیستور و چیزای دیگه. با این کار جوابگو بوده و اکثرا رفع اشکال شده همین فیش کوهل. حالا از اتصالش هم میتونه باشه، نه اینکه حتما بگیم از برق. ورودی اتصال برای کوهل های دو فیشه و کوهل های دیگه ای که تک فیش هستن اتصالشون به بدنه بسته شده، اگر شل باشه باعث نوسان میشه.